شخصی پرسیده است که در ماه مبارک رمضان شستن دندانها با خمیر دندان چگونه است؟ در حدیث مبارک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می آید که ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، بوی بد دهان روزدار در نزد الله متعال بهتر هست از بوی مشک کرده. این بویی که به سبب خوردن طعام در دهان هست، این بوی نیست، بلکه بوی هست که به سبب گرسنگی از معده می براید. گرسنه شدن روزدار باعث برآمدن بوی از معده می شود. همین بوی در نزد خدا از بوی مشک که در دنیا از همه خوشبوترین چیز هست، از این کردن محبوبتر و دوست داشتنی تر هست. برای همین برای روزدار بهتر هست که برای دور کردن بوی دهانش از مسواک استفاده کند. البته آب مسواک را فرو نبرد، نه برای اینکه روزه اش میشکند. آب مسواک روزه را نمیشکند، چون که اون آب ندارد، اون آب دهان خودش هست که با مسواک یکجا شده است. اگر آبی که از مسواک برآمد به سبب مسواک زدن دهنش آب دار شد، اون آب را اگر فرو برد روزه اش نمیشکند، چون که اون آب دهان خودش هست. لیکن فرو نبردنش برای اینکه از آنچه که در آداب مسواک در کتاب ها ذکر شده است برمی آید که باعث بعض بیماری ها و کسلی ها می شود در بدن انسان. فرو بردن آبی که به سبب مسواک زدن در دهان پیدا می شود، اون را بهتر هست که تف کند. لیکن اگر فرو برد روزش نمی شکند. مسواک کردن برای روزدار درست هست پیش از زوال باشد یا بعدی زوال باشد، تا بگاه می تواند که مسواک کند. استفاده خمیر دندان برای روزدار مکروه است. تمام کتاب های معاصر مذهب حنفی، علمای این زمانه اتفاق دارند که برای آدم روزدار استفاده بردن خمیر دندان مکروه است، چون که اون طعم دارد. همچنانی که فقها برای زنها چشیدن طعام را مکروه قرار دادن، مگر برای زنی که شوهرش بسیار عصبانی و تند و تیز هست. یکی اگر مزه طعام خوب نیاید یا نمکش زیاد باشد، سبب جنجال کردن و سبب دشنام دادن همون مرد زنش را یا سبب زدنش در بعضی وقتها می شود. برای همین گونه مردهایی که خوب و خصلت تند و تیز و بد دارند که زنهایشان را در درست کردن طعام ممکن آزار دهند، برای زنهای همین گونه مردها اجازت هست که وقتی پختن طعام را بچشن و باز تف کنند. برای اون مردهایی که این خصلت‌های ناخوب را ندارند، برای زنهای اونها هم مکروه هست که طعام را بچشن. از همین جزئیه گرفته فقهای معاصر گفتند که استفاده خمیر دندان هم برای روزدار مکروه است.